همیشه سعی میکنی دیگران ازت راضی باشن و به سختی نمیگی؟ شاید این فقط از مهربونی نباشه و پای کودک سازگار در میون باشه. بعضی از ما از کودکی یاد گرفتیم که همیشه مؤدب باشیم، مخالفت نکنیم و دیگران را از خودمون راضی نگه داریم. در تحلیل رفتار متقابل به این بخش از شخصیت میگن کودک سازگار. کودک سازگار زمانی شکل میگیره که کودک احساس کنه برای پذیرفته شدن و دوست داشته شدن باید مطابق خواسته های دیگران رفتار کنه. مثلا ممکنه کودکی خسته باشه و دلش نخواد مهمونی بره، اما بهش میگن بچه خوب حرف بزرگتر رو گوش میده. کودک کم کم یاد میگیره برای اینکه کسی ازش ناراحت نشه یا تاییدش کنن، خواسته های خودش رو کنار بذاره یا با دیگران سازگار بشه. در بزرگسالی این الگو خودش رو به شکل سخت بودن نگفتن به دیگران، تلاش زیاد برای راضی نگه داشتن دیگران و نادیده گرفتن نیازهای خود نشون بده. دیگران ممکنه فرد رو خیلی مهربون و فداکار ببینن، اما در درون خودش خستگی، فشار یا رنجش زیادی جمع شده باشه. اون بارها خودش رو نادیده گرفته. البته کودک سازگار همیشه منفی نیست. این بخش به ما کمک میکنه که قوانین اجتماعی رو یاد بگیریم، به دیگران احترام بگذاریم و با دیگران همکاری کنیم. مشکل از جای شروع میشه که انقدر با خواسته های دیگران سازگار میشیم که دیگه صدای نیازها و خواسته های خودمون رو نمیشنویم. رشد سالم یعنی هم به دیگران احترام بذاریم، هم بدون احساس گناه نیازها و خواسته های خودمون رو بیان کنیم. در ویدیوهای بعدی با یکی دیگه از بخش‌های کودک درون آشنا میشیم. اگر این موضوع برات مفید بود، این سفر رو دنبال کن.